باز هم خوش آمدید دوستای عزیز. یعقوب داوری هستم با درس سوم در خدمت شما. لکسیون 3 به ادامه درس گذشته که طریقه خواندن حروف و کلمات بود، امروز درس جدیدش میخوانیم. درس سوم لکسیون 3. طریقه خواندن کلمات در زبان آلمانی. حرف ا هرگاه ا بعد از ای بیاید، یعنی به این شکل باشه، اول ای باشه بعدش ا باشه، در این صورت حرف ا خوانده نمی شود، ولی در عوض حرف ای کشیده تلفظ می شود. مثالایش: لیگن، لیگن حرف ا خوانده نمیشه، حرف ای کشیده یا طویل تلفظ میشه. لیگن، لیگن دروغ گفتن. تیر، تیر، ببینید حرف ا تلفظ نمیشه، حرف ای طویل تلفظ میشه. اگر حرف ا را تلفظ کنیم باز ت باید بخونیم، نه ای هست، چون قبلش حرف ای آمده، لذا حرف ا تلفظ نمیشه، حرف ای طویل تلفظ میشه. تیر حیوان. بیر، بیر، بیر. دی، دی ارتیکل است، ارتیکل برای مؤنث. دوم حرف ا هست. حرف ا هرگاه املاوت بگیرد، املاوت ما شما گفته بودیم دو نقطه‌ای که در بالای از حرف ا، حرف او و حرف او خوانده میشه املاوت است. حرف ا هرگاه املاوت بگیرد تقریبا مانند ا تلفظ می شود. که مثالای از یام: لندا، لندا، ببینید حرف ا املاوت گرفته تقریبا مانند ا تلفظ میشه. لندا کشورها. دنمارک، دنمارک، دنمارک کشور دنمارک. regelmäßig، regelmäßig به طور منظم. ببینید حرف ا تقریبا مانند حرف ا ببخشید تقریبا مانند ا تلفظ میشه. حرف ا تقریبا مانند ا تلفظ میشه. regelmäßig. و سومش هم است هرگاه قبل از حرف ه یک حرف صدادار باشد، حرف ه تلفظ نمی شود. هرگاه قبل از حرف ه یک حرف صدادار باشد، حرف ه تلفظ نمی شود. مثالایش هم است مه، مه، ببینید که هست قبلش حرف صدادار است، پس مه تلفظ نمیشه، چون حرف ا قبلش حرف صدادار آمده، پس ما مه تلفظ میکنیم. مه بیشتر یا زیادتر. نم، نم، نهم تلفظ نمیکنیم. نم، نم شکل گذشته نیمن گرفتن است. گذشته گرفتن، گرفت یا گرفته بود. گرفت نه، گرفت. فلان چیز گرفت، یک هفته پیش فلان چیز از پیش ما گرفت. شکل گذشته گرفتن هست. نم. لیغا، 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 لهغا نمیخوانیم. لیغا معلم یا استاد. بعدی شام است حرف ه به موقع تلفظ می شود که بعد آن نیز یک حرف صدادار وجود باشد یا موجود باشد. درست؟ مثالایش: گهن رفتن، بعد حرف ه نیز حرف صدادار است، پس گهن تلفظ میشه. گهن رفتن. هفت، هفت، ببینید ها تلفظ میشه چون بعدش حرف صدادار است. هفت کتابچه. دس هفت است اصلا، خب باز ارتیکلایش ما شما بعد آهسته آهسته میخوانیم. فعلا هفت کتابچه. هو، روح،
Ruhe آرامش آرام یا آرامش میگه lass mich in Ruhe مرا آرام بان. Bahnhof Bahnhof ایستگاه ترین یا ایستگاه قطار. Bahnhof. موضوع بعدی حرف اس است. حرف اس معمولا صدای سین را میدهد که مثال شام هاوس خانه. هاوس ببینید سین واری تلفظ میشه. هاوس خانه. دس ارتیکل است برای خنثی. ارتیکل ها را شما بعدا میخوانیم که سه ارتیکل داره زبان آلمانی. دی دس سین واری تلفظ میشه. دس خنثی ارتیکل خنثی. Hans نام است. Hans. Bundesrepublik جمهوری فدرال. Kosten ببینید سین واری تلفظ میشه. Kosten قیمت یا ارزش. موضوع بعدی شما است اینمی اس در بعض جاها زی واری تلفظ میشه مانند زی. ببین حرف اس معمولا صدای سین را میدهد ولی هرگاه بعد از حرف اس یک حرف صدادار موجود باشد زی خوانده میشود یا مانند زی تلفظ میشود. مثال های شما است ذهن. ببینید ذهن چون بعد از اس حرف صدادار است اس تبدیل به زی میشه. ذهن دیدن. نازه ببینید بعد از اس حرف صدادار است. نازه بینی. لنگزم نمیخوانیم چون بعد از اس حرف صدادار است پس اس تبدیل به زی میشه یعنی سین تبدیل به زی میشه. لنگزم. سالات یا سالات. زالت چون حرف ا بعد از اس به وجود آمده حرف صدادار است پس اس تبدیل به زی میشه و مانند زی تلفظ میشه. غیزه سفر. غیزه ببینید غیزه نمیخوانیم چون بعد از اس حرف صدادار است. غیزه سفر. ای بود درس سوم لکسیون 3 دویچ انداری یا آلمانی بدری. کوشش کنید یاد بگیرید و با دوستایتان نیز شریک سازید تا آنها نیز یک چیز آموخته باشند. دیگه شما را به خداوند پاک میسپارم. خدا حافظ و ناصرتان.